ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. гуфтури 45. میر سعید علی همدانی. تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. خدمت میر سعید علی همدانی در رشد ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس نیز بزرگ بوده. آفریده های او نمونه بهترین آثار لیریکی، عرفانی و اخلاقی به شمار می روند. او در این جوده عنعنه دانشمندان برجسته شرق، شیخ الرئیس ابوعلی سینا، عمر خیام، ناصر خسروی قبادیانی، حکیم سنایی، شیخ عطار، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه نصیر الدین طوسی و دیگران را ادامه داده است. در اشعار امیر همدانی انعکاس مسئله های اخلاق و تصوف، معرفت و معنویت، مقام و منزلت انسان و ترنم عشق الهی و انسانی جای سزاوار دارد. میر سعید علی همدانی شعر را واسطه مناسب و موافق بیان اندیشه های عرفانی و اخلاقی و اجتماعی خود قرار داده، همچنین در رشد و گسترش زبان و ادبیات تاجیک و فارس خدمت شایسته را به انجام رسانیده است. در اشعار میر سعید علی همدانی آهنگ عرفانی با اندیشه های تعلیمی خوب آمیزش یافته، افاده های رمزی، اندرس های حیاتی و ترنم کردار و عمل های شایسته خیلی زیاد به نظر می رسند و آنها با مقصد درست تعلیم دادن انسان و با عفت و قناعت پیشه به وای رسیدن وی تعریف شده، همچون در معنوی برای تشکل جهانبینی انسان خدمت می نمایند. فرخنده باد روح بزرگان ملت، آفرندگان آثار بیگزند معنوی و ستایشگران اخلاق و ادب. بگذار همیشه علم ثابت قدم، معرفت پیش قدم، معنویت باقرار و فرهنگ ملی پایدار و استوار باشد. کمال خوجندی. بنیادگذار کاخ عظیم سخن. خلق تاجیک از سرسخت‌ترین خلق‌های دنیای معاصر می باشد. بسر این خلق در طول تاریخ چندین عصره غم و کلفت و عذاب‌های پردهشت بسیار آمده است. این خلق بیش از 1000 سال از حق دولتداری خود محروم بود و بسر آن دیگران حاکمیت می کردند. جریان خوددفاعی این خلق بسیار وقت با ریختن دریای خون فرزندان سرسپرده آن همراه بوده است. اما خلق ما به هجوم‌های مسلحانه دشمنانش با فرهنگ و شعر و سخن والای خود
جواب گردانیده است و تمدن خلق مغلوب خلق غالب را تابع خود ساخته است. در همین 1000 سالی که ما در وطن خود از حق حکومت کردن محروم بودیم، غالبان جهت پیشبرد نظام جامعه زبان ما را ناچار به صفت زبان رسمی دولت خود و فرهنگ ما را همچون سرمایه فرهنگی خود به کار می بردند. زبان و فرهنگ ما نگهبان توانایی ملتمان بوده است. امپریه های بزرگ و پرحشمت یکی بعد دیگری فرو ریختند، ولی شعر و علم و دانش و فرهنگی بی‌نظیر ما بیشتر قوت گرفته با گذشت ایام تواناتر و شکست ناپذیرتر می شد. به خود تصور کنید، موافق خبر تاریخ نویسان به زبان مادری ما بیش از 6000 شاعر صاحب دیوان، 3000 عالم صاحب رساله های علمی اثر ایجاد کردند. بسیاری از این اثرها در عمده ترین کتابخانه های شرق و غرب و جنوب و شمال دنیا محفوظند. خلق ما بیش از 3000 سال پیش از این صاحب الفبا بود. معلوم است که تمدن‌های قدیمی محض منسوب به خلق‌های می باشند که صاحب خط و سواد بودند. ما تاجیک ها که یک حصه از خلق‌های آریایی نژادیم، مثل دیگر ایرانیان بنیادگذاری تمدنی بنی بشر شناخته شده ایم. اما تمدن تنها شعر و غزل و ادبیات و هنر نیست، و تجربه عظیم علمی، فنی و اقتصادی است. خلق ما می تواند از آن افتخار داشته باشد که در درازای تاریخ بسیار نمودهای نباتات، درختان و زراعتها را به مثل گندم، برنج، کنجد، انگور، خرما، چارمغز و هاکذا در زمان پادشاهی کوروش کبیر و داریوش بزرگ محض از وطن ما به نقاط گوناگون دنیا انتقال داده بودند. تمدن زراعتکاری ما سطح زندگی جهانیان را به کلی دگرگون ساخت. تقدیر را بینید که زراعت قدیمی ما از پرس که غذای اساسی اسپان جنگی بوده است، بعد قریب 3000 سال دوباره به وطن خود با تلفظ فرانسوی اسپرسیت برگشت. آیین‌های قدیمی ما، آیین مهرپرستی یا میترایی و بعد آن آیین نامه اساسی زردشتی، خمیرمایه علم و فلسفه یونان قدیم و روم باستانی بوده است. بسیاری از اختراعات و فنون آریاییان قدیم از قبیل سدبندی یا بستن رود و دریاها، کانال سازی، بنیاد کاریز و چاه‌های عظیم، آبانبارها، ایجاد راه‌های سنگ فرش یا شاسی سراسری، ساختن کاخ‌های با شکوه مثل تخت جمشید، نقش‌های برجسته بیستون و نقش رستم که تصویری از باختری‌ها، سکایی‌ها و سغدیان وطن ما را نیز در بر دارند، یا کوشک و قلعه‌های باستانی تخت کیقوباد، کافر قلعه و قهقه در تاجیکستان امروزه. اینها همه تاریخی می باشند که مایه افتخاری ما اند. وطن اولین عرابه های جنگی نیز کشوری آریایی است. با فرمان داریوش بزرگ 2500 سال پیش از این نخستین بار در جهان پاچته با نام چاپار
با نظم و فاصله های حساب شده ایجاد گشت که شعارش چنین بود: نه گرما، نه سرما، نه باد و نه باران، چاپار را از رفتن باز نمی دارد. وقتی صادر شدن فرمان برای بنیادی بنای شوش، طلا را از زرفشان، لاجورد را از بدخشان، عقیق را از سوخت و فیروزه را از نقاط دیگری خراسان زمینی ما که در استحصال آنها مردم تهجایی تجربه بی‌بها داشتند انتقال می دادند. تحقیق کتاب‌های هیپوکریت یا بقراط نشان می دهد که اکثر اندیشه های تعلیمات طبی او از اثرهای دانشمندان سرزمین های ما ترجمه شدند. دستاوردهای طبی ما بیش از 1000 سال تا زمان هیپوکریت معلوم بودند. تاجیکستان ما به طور عمومی و ناحیه های قدیمی آن چون خوجند، فرخار، وخان، استرفشان، وخش، حصار، هلبوک، پنجکند، بلجوان، اسفره، فلغر، شغنان، کانیبادام، رخش و غیره تاریخی دارند که صحیفه های رنگین آنها هنوز به پررگی ورق نشده است. حتی پایتخت ما شهر دوشنبه که به مقصدهای ایدئولوژی آن را یک دهه نوبنیاد قلمداد کردنی می شدند، موافق تحقیقات باستانشناسان تاریخی بیش از 2000 ساله دارد. در اینجا بازیافت‌های نادری زمانی کوشانیان و پیش از آن دریافت شده است. نگاه سطحی به تاریخ گذشته وطنمان و قوم‌های دیگری ایرانی نژاد را برای آن ضرور می‌دانم که دقت نسل جوانی هموطنان خود را بر ریشه‌های تاریخی ملت جلب نمایم. البته سطح فکر و دانش آموزی از حد و مرور قدیمی پا فراتر نهاده است و بسیار چیزها بر پایه دانش‌های زمان نو استوار گشتند، ولی ما نمی توانیم از گذشته خود که دستاوردهای فرهنگی آن نگهبان خلق ما بوده است صرف نظر کرده از پس چرخ سیر حرکتی زمان نو لوچ و عریان و با دست خالی بدویم. تجربه تلخ بعضی مملکت‌های ترقی کرده که از سبب ساده لوحانه به گوشه فراموشی انداختنی دستاوردهای پیشینیان در تربیه جوانان مشکلات عظیمی روانی و اخلاقی ایجاد شده است، به ما باید سبقی آموزنده گردد. از طرف دیگر پایبندی گذشتگان شده به آینده با کاهلی پیش رفتن هم به نفع جامعه بودن نمی تواند. مهر و محبت به گذشته پر افتخاری ما باید یک وسیله سازندگی گردد. واقعاً کلمه مهر از دیر زمان در ذهن مردم ما به معنای فروغ دوستی و محبت و نیکی شناخته شده. با شنیدن آن گونه شادی در احساس ما برانگیخته می شود. از بس که شعر عارف بزرگ خواجه کمال سرشار از مهر و محبت و عشق و سازندگی است، خوجند قدیمی که با نام تیراز جهان یا عروس دنیا مشهور است لباس ادانه و بر کرده است. نفس پاک و سازنده کمال امروز از قله های قطار کوهی میوه گل، از رود عظیم سیحون، از مسجد شیخ مصلح الدین، از مزار حضرت بابا، از نوروزگاه سابق
چمچق ارل که رزمگاهی جهان پهلوان تیمور ملیکی وطن دوست و وطن پرور بود، از شهری باستانی کروشکده که 2500 سال پیش از این به افتخاری شاهی شاهان کروشی کبیر نامگذاری شده بود و باز در بسیار جایها احساس می شود. من این فکرها را برای آن مخصوص ذکر کردم که شیخ کمال بر این نابغه های شعری زیبای فارسی و آن 6000 شاعرانی صاحب دیوانی دیگر در جای خالی به وجود نآمدند. پیش از شیخ کمال شخصیت هایی بودند که افتخاری خوجند و تاجکان محسوب می گشتند. خاندان خوجندیان و آری خوجند که از شخصیت‌های بزرگی چون شیخ الرئیس خوجندی، فخرالدین خوجندی، ثابت خوجندی، شاعران و علمای چون شهاب الدین غزالی، احمد محمود خوجندی، مهستی خوجندی، قاید خوجندی و دیگران عبارت است آبروی وطنی ما را در جهان آریایی نژادها بالا برداشتند. خوجند کمال و کمال خوجندی خود را مشهوری جهان ساختند. هنوز در سالهای اولی در گذشتی هموطنی بزرگی ما خوجندیان مزاری رمزی بنیاد کرده بودند که قدم جای خواجه کمال نام داشت. شاعران و عالمان و هنرمندانی مشهوری این شهر به مثل شیدای خوجندی، شوخی خوجندی، لسانی خوجندی، نازلی خوجندی، فخری رومانی، تاشخواجه اسیری، صادرخانی حافظ، حاجی حسین رازی، صدیق صحاف عنعنه فرهنگی خواجه کمال را ادامه می دادند. این پیوندی مستحکم و پابرجا امروز هم وصل است و قوه‌ای وجود ندارد که سررشته آن را ببرد. عقل و ذکاوت، پاکیزگی و مهر و محبت شیخ کمال در دل و دیده ساکنان این شهر و به طور عموم در سر تا سر تاجیکستان تجلی یافته است. درخت اندیشه های بشر دوستانه شیخ کمال مثل درخت زندگی عصرهای عصر سرسبز و استوار باقی خواهد ماند. وطن ما سرزمین شاعرانی جهان شمول، عالمانی مشهور و قهرمانانی واقعی مبارزه ها برای آبرو و سربلندی خلقمان می باشد. به خاطر آوردن سیمای شخصیت های بزرگ، قدر کردن خدمت بی‌بهای آنها برای افزودن آبرو و اعتبار خلق ما وظیفه همه فرزندان این مرز و بوم است. کاخ عظیمی که خواجه کمال بر این بزرگان از سخن بنیاد کردند از باد و باران گزند نمی یابد. نام و کاری این مردانی بزرگ زنده و جاوید خواهد ماند. عزیز و گرامی داشتنی آثار این بزرگان، آموختن و در زندگی خود استفاده بردن پند و حکمت ایشان بهترین خاطره است که ما به افتخار آنها بینا می سازیم.
عبدالرحمن جامی، پیشوای حوزه علم و ادب ماوراءالنهر و خراسان. استقلالیت دولتی تاجیکان که به مردم ما در 10 ساله آخری سده 20 میسر گردید، در تاریخ دولتداری و سرنوشت خلقمان گردش کلی به وجود آورد و به مرحله صفتاً نوی رشد کشورمان آغاز بخشید. یکی از افضلیت‌های برجسته زمان استقلالیت این است که امروز ما امکانی بیشتر و بهتری قدرشناسی کردن و همزمان با این معرفی نمودن فرزندان فرزانه ملتی صاحب تمدنمان را به جهانیان در اختیار داریم. محض به همین خاطر استقلالیت دولتی را در راه خودشناسی تاریخی و ملی، احیای سنت‌ها و رشد علم و ادب تاجیکان میتوان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی، دوران تشکل عقل و ذکاوت سازنده و ایجادکاری ارزیابی نمود. استقلالیت به اهل فرهنگ کشور امکان داد که در روند تلاش‌های گسترده به سرنوشت و مقام نیاگان خیش در مسیر تاریخ با دید عمیق‌تر نظر انداخته توسط آفریده های تازه و ارزشمند نقش و نفوذ ملت تاجیک را در تاریخ جامعه بشری و تشکل مهمترین روندهای تاریخی و فرهنگی جهانی متمدن با تابش‌های نو جلوگر سازند. از فیض و برکت استقلالیت، صلح و ثبات و وحدت ملی، سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست فرهنگی تاجیکستان طرح‌ریزی و زینه به زینه تطبیق شده جهت رشد استوار فرهنگ ملی، فضای مساعد و آزاد فراهم آمد که این در شرایط معاصر خیلی مهم است. زیرا طور عالمان جامعه شناس خلاصه می کنند در عصر پرتضاد ما من بعد عنصر کلیدی هویت و استقلال نه ایدئولوژی‌های ساخته و روندهای محدودی مفکوروی، بلکه تمدن و گفتگوی تمدن‌ها خواهد بود. بیشک عمومیت فرهنگی از هر نوع اتحاد ایدئولوژی برتر است و محض تمدن و پاسداری ارزش‌های والای انسانی می‌تواند بشریت را از بحران و کسادی معنوی رهایی بخشد. به این خاطر برگزاری سالگرد بزرگان علم و ادب و سیاست و فرهنگ ملی، قدردانی و حفظ میراث ادبی و فرهنگی از رکنهای اساسی سیاست دولت و حکومت تاجیکستان صاحب اختیار به شمار می رود. در سالهای صاحب استقلالی ما توانستیم که یک سلسله معرکه های مهم علمی و ادبی و فرهنگی را با اشتراک دانشمندان و کارشناسان معروف وطنی و خارجی در سطح بلندی بین المللی برگزار نماییم. تجلیل جشن با شکوه 1100 سالگی دولت سامانیان، 2700 سالگی کتاب مقدس اوستا، هزاره شاهنامه، 1310 سالگی امام اعظم،
بزرگداشتی باربدی مروزی، استاد رودکی، ابن سینا، ناصری خسرو، کمال خوجندی، کمال الدین بهزاد، میر سید علی همدانی، استاد عینی و بابا جان غفورف از همین قبیلند. چون این چاره‌بینی ها نه تنها موردی بسیار مناسب برای شناخت عمیق و تحقیق و بررسی آثار علمی و ادبی می باشند، بلکه واسطه مؤثری در زمینه ارزش‌های ملی گذشته و معاصر تربیت نمودن نسل جوان و بلند برداشتن سطح خودشناسی ملی محسوب می‌یابند. باعث افتخار همه ماست که سازمانی با نفوذ فرهنگی یونسکو پیشنهاد جمهوری تاجیکستان را درباره برگزار نمودن جشن 600 سالگی مولانا عبدالرحمن جامی در سال 2014 پذیرفت و قرار دخلدار قبول کرد. ما را ضرور است که با آموختن و ترغیب تشویق حیات و ایجادیات بزرگترین ادیب، عالم و عارف در تاریخ تمدنمان در عصر 15 نورالدین عبدالرحمن جامی عمیق‌تر مشغول شویم و از او شناختی فراگیرتری داشته باشیم. زیرا ایجادیات مولانا جامی بسا پروسعت و پرغنجایش بوده، سبق دائمی برداشتن و تحقیق و تحلیل پیوسته را تقاضا می کند. مهمتر از همه خود مردم به شخصیت و آثار و افکار مولانا ارادت و مهر مخصوص دارند. تا امروز تجلیل گردیدن جشن‌های 550 سالگی و 575 سالگی این عالم و عارف بزرگ در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه و به افتخار او نامگذاری شدن خیابان و مکتب‌ها، کاخ هنر و ناحیه در کشورمان دلیل روشن همین گفته‌هایند. شما گفتاری 45 رو از روی کتابی اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانشی ادبی.